ایدی قربان آمدو در مکه حج اکبر است. دوستان را تبریک نمودن سنت پیغمبر است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درود و سلام بی پایان با پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلام. اما بعد شما را با فرارسی عید قربان از صدق دل تبریک و تهنیت گفته برای شما از درگاه الهی پیش از همه تنیسیت خاطر جمع سربلندی و بهترین خوشی های زندگی را تمنا دارم. این چونین تمنای آن را دارم که با قدوم مبارک این عید چی آرزوی نیکی که در دل میپروره جامعه عمل پوشم و خنده هیچ وقت از لبان شما دور نگردد. بگذار همیشه سربلند و نیکونام بمانید. خدا یارو قرآن مددگار شما باشد. دوستانم همیشه سربلند و خانه آباد باشید.